السلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز. خداوند حفظتون کنه. این لله و این الیه راجعون. ببینید که یکی از پادشاهان خیلی محترم عالی قدر بهت مردی عاقل و دانا که برای مردم تاجیکم حرکت کرد که دو دولت یک جای باشن، سرجم باشن. رئیس شهر ایران مقصد از دنیا گذشت. ما مردم مسلمان تاجیکستان خصوصا از نام خودم، از نام تمام مردم تاجیکستان همدردی ما را هم زبانان عزیز پر زبانا مردم خصوصا شهر ایران قبول کنه. خداوند رحمت و مغفرت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.